سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ چه خبرها؟ این ویدیو با حضور افتخاری جواد جان مربوط به ترازوی چشمیه. انواع و اقسام چیزایی که پیدا کردیم رو میخوایم تست کنیم که ببینیم آیا فقط ما میتونیم سنگین و سباکی رو تشخیص بدیم یا اینکه میتونیم مثلا حدودی وزنش رو هم حدس بزنیم. 2 تا ظرف داریم که دقیقاً برابره. ما با این ظرفا صفر میکنیم، روندش اینجوریه که اینو صفر میکنیم، بعد مثلا آیتم اول رو میگیم که مثلا 50 گرم ازش رو بریز. حالا با هیچ چی هم قبلش اندازه نمیگیریم دیگه. من اون چیزی که فکر میکنم 50 گرمه میریزم، غزل اون چیزی که فکر میکنه 50 گرمه میریزه، بعد اندازه میگیریم. هر کسی که اختلافش نسبت به اون 50 گرمه کمتر باشه برنده میشه. بریم آیتم اول که چیه؟ آیتم اول پودریه. یک جنس گفتم پودری شکل داشته باشه، یکم سخت‌تر باشه. ادویه کاری. قراره که 20 گرم بریزیم. حالا ما یک ظرف مشابه هم ظرفامون گذاشتیم اونجا برای اینکه وقتی که ظرفا برمی داریم این زود خاموش میشه. اون فقط برای اونه که اون صفریش حذفی نره چون خاموش میشه. آره. سریع. خب 20 گرم ها. آره. که خودش 20 گرم شد. البته تقلبه اینجا غزل اینا رو بیشتر میدونه از من. نه بابا. و یه قانونی هم که اگه بریزی نمیتونی برگردونی. اوکی. خب 20 گرم ها. تقلب کنم. من با این ایده میرم که اینا 5 گرمه. خب 4 تا اینجا. خب حالا وزن بگیریم. من اول بگیرم. 30 گرم. 10 گرم زیاد گند زدم. مال منم 27 با 3 گرم بردیم. بابا خیلی چیزا دیگه. یکی غزل. اوکی. حالا پودر غیر وسایل برگردونیمش داخل ظرف، بریم سراغ آیتم بعدی. 1 سال بعد. آیتم دومی که میخوایم بریم لوبیاست. لوبیا 40 گرمه. مطمئنم بیشتر از 40 گرم شد. من ترس دارم یهو بچرخونمش نصفش بریزه. اصلا اینا فایده نداره. این بازی نابرابره واقعا. غزل من هیچ با گرم کار نکردم. فقط برای کیک. من بس. اوکی. تا اول اندازه بگیر. بذار سری. 55. 55. با اختلاف 3 گرم. باریکلا واقعا. چه میکنه این بازیکن؟ آیتم بعدی جو غیر پرکه. جو ساله. جو چی میگن؟ 2 سر. جو 2 سر. آره جو 2 سر. فارسی کل چی میگن؟ ما چی میگفتیم توی ایران؟ جو 30 گرم بعد بریزیم. 1 فعلا نتایج مساویه. خب بده به من. یه دونه شو. نه چی بنداز دیگه. سبک این بیشتر میرسه. خب 30 گرم قراره بشه. 29 گرم. این بازی کن. اصلا چشما ترازوه اینجا. مال من قسم کمه. من فکر کردم 18 گرم. این بازیکن چه میکنه؟ 2-1. آقا من تو
پودری فقط خوبم. راستی جریمه بازی رو هم نگفتیم. هر کسی که به بازی باید 20 تا شنا بره. آیتم بعدی اینو بذار صفر. لیمو امانی. بچهای پشت صحنه نداریم، مجبوریم خودمون اقبالم. دوستان پشت صحنه اونا رو بیارید دیگه. چند گرم؟ 10 گرم. این چون بزرگ و کوچیکه یکم چالش برانگیز. آره. من اول میزنم 10 گرم. آره. بذار. این 6 گرمه، این دوتا هم 4 گرم. من تمام. چه خبره؟ 10 گرم مگه نگفتی؟ چرا؟ تمام؟ آره تمام. خب بذار. 21 گرم. بله جالب، واقعا؟ تاثیرگذار بود. بیا کمه. بیا لحظه 17 گرم. این بازیکن برنده است. 3-1. بابا اینا خدای خیلی سبکه. من فکر کنم دونه 3. پرتقال 200 گرم. همکنون پرتقال. احساس میکنم این 200 گرم زیاده برای اینا. بودا دیگه. من این ستا رو بزن. من این دوتا رو میزنم. این نه نمیخواد. اوه 400 و مردم 68. باختم دیگه. 100 خب مال من 300. 300. هرچند هیچ کدومش نزدیک نبود ولی اما من نزدیکم. خیلی نزدیک بودی واقعا. افتخار داره خدایی. آیتم بعدی ورق لازانیه که باید 50 گرم بریزیم. اول جواد. من به نظرم 4 تا. بدو ریاضیات داره انجام میده. اون افکت دیگه باید بذاری همشو دیگه. انداختی من کاری ندارم. همشو بذاری. 2 تا 3 4 5 6. اینکه یه دونه بیشتر از من میذاری زرنگ بازی ها. نه شاید ما تو درست. نه خیرم. خب اول من 92. قسم بسته بایی. 50 بود. آره 69. اصلا تشویق نکن. خب بریم آیتم نهایی. هرچند شما باختی. آیتم آخر شیر. خب ما شیرم میخوایم با گرم اندازه بگیریم. 20 گرم. خب 20 گرمه. بی تو اول بریز. نه دیگه من نه، اول تو اول گفتم. بریز. من تو اول بریز. تو که باختی چه تلاشی میکنی؟ حالا انگار الان ببره مساوی میشه. بیست گرم مگه نبود؟ چه؟ الان 50 گرم ریختی. خب تو بریز. خب نه دیگه تو بریز اول. خب این 20 گرم. تو گفتی من 50 گرم ریختم. بیا. خب حالا بیا 80 گرم. اصلا مال منو بگیر. من چرا اینقدر بد شدم تو 43 گرم. 43. شیر رو بخور قوی شی که الان جذب بدن چه میخوای شنا بری. بریم برای 20 تا شنا. من 20 تا میخوام وسطش هم بیفتی باز باید بلند شی بری. بگم گفته باش. الان اینجوری شنا دیگه کامل باید بری پایین. برو. 1 2 تا 3 تا کلتو نبر پایین. خب کلا برو پایین. 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا بدو 8 تا حساب نبود. جواد زنمت. دیگه نمیتونم.
خب 5 ثانیه ساعت دوباره شروع. نمیتونم. ولم کن. 10 تا، حالا 15 11 هرچند اینا حساب شد، 12 13 14 یکی دیگه 15. لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلا خدا حافظ.